یک روز کسی میگه والا سه ما ایران مانیم در چارایی، پشت از او رفتم و خودش یک وقت بعد پنچر برآمد، پیش فلانی رهبر رفتم و خودش این قسم برآمد بشه. گفتم تو مشکل داری، عقیده‌ت خراب است. چرا عقیده‌ام خراب است؟ من گفتم رهبری را که تو باید تعیین می‌کردی از قرآن تعیین می‌کردی. قرآن چی میگه؟ ولکم فی رسول الله اسوة حسنه. کسایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رهبر خود تعیین کرده او هیچ وقت گمراه نمیشه. اما اگر دیگر رهبر خود تعیین کرده، این حال دشمنان اسلام فهمیدن که مردم افغانستان رهبر پرست هستند. مردم افغانستان خفه نشین، رهبر پرست هستند. در هر گروهی که رفت رهبر خود چی میکنه؟ پرستش میکنه. کلش گروپار کدامش یک سایکل سر از این رهبر خودش که آمد بازار بسیار شیرین دیگه. سیف فلانی خان دیگه یکان وقت ضرورت میشه که امریکایی بشینه. دیگه یکان بکس $1 هم دیگه خودشو تو کنن دیگه. خود یک انسحاب سیاسی است. یکان بکس $1 گرفت. دیگه مجبور است با حساب سیاست آدم یکان خیر است مرتد نمیشه. نه اگه دوز گرفت اگر چی اینا چی هست؟ اینا رهبر پرستی است. اینا دشمنای اسلام وقتی که فهمید که مردم رهبر پرست هستن رهبرش خرید، سر رهبر کار کرد، برای رهبر بکسای $. ماند. اینا لو در رهبر بیچاره در یک بکس نه ایماندار هستن. وقتی که 2 بکس دید نیمه ایمان بگید 3 بکس. وقتی که طیاره را برش طاقت کت $، گفت از غمت ای $. جان عزم سفر میکنم، قبله خود بعد از این سوی واشنگتن میکنم. یک روز چه گفتم؟ یک وقت ما محصل بودیم بازار ما را سوتا کشیده میگفتیم مرگ به امریکا، خودت در دامان امریکا افتادی. گفت نه صاحب این پالیسیست دیگه. گفتم پالیسی همین شعر است. کدام شعر؟ من گفتم بخوانم بردا. امیر برش خواندم. از غمت ای $. جان عزم سفر میکنم، قبله خود بعد از این سوی واشنگتن میکنم.